این کیس که میخوایم در موردش صحبت کنیم و با هم ببینیم، یه خانم 35 ساله هستش به دلیل سرطانی که متاستاز داده به همه جا، ستون فقرات، کبد، پانکراس، دستگاه گوارش، از درد بسیار شدید رنج میبره. یه تزریق داخل نخاعی چند روز گذشته براش داشتم برای اینکه یه تستی بگیرم که بتونم در آینده بتونم یه پمپ داخل نخاعش بذارم که از طریق اون مورفین رو تزریق کنم که دیگه هم نیاز به مصرف مخدرش کم بشه، همین که این میزانی که داره درد میکشه و رنج میکشه و غیر قابل تحمل شده برای خودش و اطرافیانش کاهش پیدا کنه. منتها امروز دارم میرم یه شبکه عصبی که مربوط به دستگاه گوارشش میشه رو نورولیز کنم، یعنی بسوزونم، از بین ببرم، که بعد از این کار طبعا دردهای ناحیه گوارشش کاهش پیدا میکنه. این امکان براش وجود داره که غذا بخوره، بتونه اشتهای قبلش رو به دست بیاره و طبعا دردهایی که تو ناحیه شکمی داره برطرف بشه. میریم حین عمل توضیحات بیشتر براتون میدم. خب خیلی سریع، خوشبختانه با توجه که شرایط مریضم شرایط بحرانی هستش، سوزن رو به محل مورد نظر رسوندم. این ماده رنگی که زدم اینجا یه هلال تشکیل شده، بهش میگن کرسنت، یعنی هلال، و این در واقع همون شبکه سلیاکیه که قراره توی مرحله بعد اینو بسوزونم. و خدا رو شکر توی نمای AP یا نمای قدام به خلفم که میبینید این شبکه کاملا رنگ گرفته، شبکه عصبی که من باید برم الان بسوزونمش. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم این شبکه عصبی کنار آئورته. سوزن من الان وقتی که داره خارج میشه، وقتی مجدد من از توی آئورت رد میشم، شما جریان خون آئورت رو اینهاش میبینید. این آئورته که به شدت جریان خون بالایی داره و من ازش خارج میشم با موفقیت و سوزن رو در میاریم.